پیامبر اکرم انسانی مهربان و همیشه با لبخند بودند، اما گفتند که پس از شب معراج دیگر هیچگاه از ته دل نخندیدند و همواره حالتی متأثر داشتند. در آن شب مبارک جبرئیل نزد پیامبر آمد و گفت: ای محمد، برخیز. پیامبر از جایی برخاستند و دیدند میکائیل و اسرافیل در کنار مرکبی به نام براق آماده سفر هستند. پیامبر بر براق نشستند و همراه فرشتگان به سوی آسمانها بالا رفتند. در آسمان نخست فرشتگان به پیشواز ایشان آمدند. در میان آنها پیامبر فرشته‌ای عظیم الجثه دیدند که هیچ لبخند نمیزد و چهره‌ای خشن و عبوس داشت. پیامبر پرسیدند: ای جبرئیل، این کیست؟ جبرئیل پاسخ داد: این مالک است، نگهبان و خزانه‌دار دوزخ. حضرت خواستند دوزخ را مشاهده کنند. مالک سرپوش دوزخ را برداشت. ناگهان چنان شعله‌ها و خروش آتش بالا گرفت که هراش و وحشتی همه جا را فرا گرفت. در میان دوزخیان گروهی را دیدند که در دهانشان آتش ریخته میشد و آنان آن آتش را می‌خوردند. پیامبر پرسیدند: این چه کسانی هستند؟ جبرئیل گفت: اینان کسانی اند که در دنیا اموال یتیمان را می‌خوردند. سپس گروهی دیگر دیده شدند که شکم‌هایشان به اندازه کوه‌ها بزرگ بود و توان برخاستن نداشتند. جبرئیل فرمود: اینها همان کسانی اند که ربا می‌خوردند. پیامبر زنی را مشاهده کردند که دست و پایش بسته بود و مارها و عقرب‌ها بدنش را می‌گزیدند. حضرت پرسیدند: گناه این زن چه بود؟ جبرئیل پاسخ داد: او در دنیا مرتکب عمل زنا بوده و از راه حرام پول جمع کرده. پس از مشاهده این صحنه‌های هولناک، پیامبر اکرم دیگر هیچگاه از عمق جان نخندیدند. بنویس: خدایا ما را از آتش دوزخ نجات بده.